شناخت صفات الله متعال امر ضروری در دین است که ما صفات الله را بشناسیم. شناخت صفات الله انسان موحد می سازه، انسان از لوث و از آلودگی شرک نجات میده. از همون خاطر ما صفت علم الله را چون نمیدانیم که علم الله چی را میگه، از او خاطر کسی به ائمه دازدگانی خود قائل است، کسی به پیر صاحبی خود قائل است، کسی به پیغمبر قائل میشه، کسی به جادوگرا و هندوها قائل میشه. امیالی نیست؟ یک صفات علم الله متعال کسی به امامای خود ثابت میکنه، میگه 12 امام ما علم به ما کانه و ما یکونو داره، چیزی که ثابت دیر شده و چیزی که آینده میاد این کلش علم داره، شرک خوشاخ نداره. یا کسی که مثل الله واره علم برش ثابت بکنی از تو کده مشرک. عیسی علیه السلام ابن الله میگه، عین الله ده یک فرقش قائل است، او را الله کافر میگه. یهود عزیر علیه السلام میگه که مثل الله واره علم داره چون کل تورات یاد داشت، او را الله کافر میگه. تو چیستی؟ واقع پیغمبر ها بودی عقیده را در مقابلش داشت و علم پیغمبر از کل مخلوق همون زمانه کده زیاد هم می باشه و معذور دانسته نشد. الله متعال واره کافر میگه. تو کی قائل میشی؟ ای کسی که با پیری خود بعد از مردنم این عقیده را داره که از حال ما خبر داره و در ما تصرف میدانه و امروز امام مساجد است دمی کابلی تا لنگی سفید زده. کدام طرف ما بریم؟ ایمان شناختیم، صفت علم الله را شناختیم؟ نشناختیم. به جادوگرا و به هندوها علم قائل است. از پیش سوال میکنه در بخت ما چند زن است، از پیش سوال میکنه سرنوشتم چی رقم میشه، ننشسته